خب سایز رو که فکر کنم سایز رینگو لاستیک رو اغلب مشتری ها بدونن دیگه. 205 میشه پهنای لاستیک که میشه 20 سانت و نیم. عدد 60 میشه فاق لاستیک که میشه 60 میل یا 6 سانت. آر میشه رینگ لاستیک که سایز 14 هست که معمولا به پژو میخوره. عدد 88 در جدول اندازه‌گیری‌های خود لاستیک، عدد 88 به این معنیه که این لاستیک میتونه تا 560 کیلو بار رو تحمل کنه و حرف H برای اینه که شما تا سرعت 210 کیلومتر سرعت میتونی با این لاستیک بری، مجازی که با این لاستیک بری. این هم لاستیک بارز برای پژو سایز 205. اگه فکر میکنی که کلیپام و اطلاعاتم به دردت میخوره پیجمو فالو کن که کلیپای بعدی ما هم دست ندید. ممنون. ارادت.